شیمی 12 4 تا فصل داره که در کنکور سراسری هم سری هم اسپان دیوونه کردیم. میخوام یه ویدیو بگیرم برای بچه‌ها. بذار حالا سوالت رو اول جواب بدم. ببین برای کتاب تست 12 برای اینکه بتونی خیلی انتخاب بهتری داشته باشی باید اینو در نظر بگیری که سطح شیمی پایت به چه شکلی، یعنی 10 و 11 هم برات مهم میشه. اگر 10 و 11 تست زدی، کتابای تک پایه داشتی و کامل لااقل از یک کتاب تست استفاده کردی، توی سال 12 میتونی جامع پایه 10 و 11 خیلی سبز رو بزنی، یا اگه دیگه خیلی اوضاع و احوال شیمیت خوبه جامع پایه 3 سطحی قلمچی، چون تعداد تست کمتری داره. اما اگر اوضاع پایت خرابه که حتما تک پایه هایی که توی ویدیوهای قبلی برای شیمی 10 و 11 گفتیم اونا رو باید استفاده بکنیم. برای 12 به نظر من حتما برین سراغ تک پایه های 12. کتابای خیلی سبز 12، نشر الگو، آیکیو گاج و مبتکران کتابای خوبی هن که میتونن نیاز شما توی 12 رو رفع بکنن با درسنامه هایی که دارن و تست هایی که در مورد این 4 تا فصل 12 قرار دادن. ولی اگر دانش آموز فارغ التحصیل هستین که حالا قبلا کتاب تک پایه 12 رو هم بررسی کردین، میتونین کتاب جامع تهیه بکنین. جامع مهر و ماه رو داریم که کتاب نسبتاً خوبیه، جامع خیلی سبز، جامع تیتانیوم و جامع آیکیو گاج، که حالا اگر قرار باشه در کنار اینها بیاین یک منبع دومی رو انتخاب بکنین، به نظر من بهترین منبع دوم میتونه تست های کنکورهای آزمایشی سالهای قبل باشه. اما باز برای اینکه شما راحت تر باشین توی انتخاب کتاب مناسب سطح خودتون، ما اومدیم تعداد تست های همه فصل ها رو توی کتاب های مختلف جداگونه برای شما توی فایل آماده کردیم که با دیدن اون فایل متوجه میشین دقیقاً هر فصلی تو هر کتابی چه تعداد تست داره. کافیه کلمه 12 رو برامون کامنت بکنین، توی دایرکت براتون ارسال میشه.